بین حجاب و مود، حجاب و زیبایی، کدام یکی را انتخاب میکنین؟ بسیار یک دیزاین مقبول و قشنگ است که میبینین کارکردش تکیش بالاترین تکی عربی می باشه و تمام مورایش هم دزدوزی شده می باشه. تکی از تکی کرپ عربی می باشد، تمام مورایش دزدوزی شده و مورای نیمه نیچه سفید میگنش. این دیزاین رنگ فولادی ما می باشه فولادی جلاد که بسیار یک رنگ خاص است و تمام مورایش از دور هم که ببینید شما دوستان عزیز یک نمایش خاص خود داره که مورایش بسیار خاص کار شده، رنگش بسیار خاص کار شده. همونطور که میبینین بسیار یک تکه افتاده و سنگین می داشته باشه. بله. تکه از این بالاترین تکه عربی می باشه، تکه ندای می باشه که بسیار یک تکه میبینید شما می رقم به کمره که کیفیت و کارکردش بسیار مقبول می باشه. دامنش دامن و ریب می باشه، میبینین که تمامش جالی ساخت است. دانای آستینش جالی ساخت و مورایش هم رقم میبینین که بالاترین مورا و بالاترین کار کرده می داشته باشه که بسیار یک دیزاین خاص مقبول و همونطور تکیش بالاترین تکه ندای عربی می باشه دیگه. به نام خداوند بی نهایت مهربان و بارحم. سلام و درود خدمت همه همراهان عزیز. چه حال احوال؟ دعا میکنم هر جای دنیا که زندگی میکنین و بیننده برنامه ما هستین شاد و خرم، صحت و سلامت باشین. حلیمه حبیبی هستم و خوش آمدید میگم شما را به چنل یوتیوب خودتان پنجره افغانستان. عزیزان دل، امروز قرار است که بر شما یک فروشگاه حجاب را به معرفی بگیریم و ما میخواهیم که از شما یک سوال بپرسم که بیشتر شما چی نوع از حجاب های را مورد پسند شماست؟ حجاب هایی که شیک و با کلاس هستند، حجاب های ساده، حجاب هایی که رنگ های بسیار روشن و فشنی دارند، یا هم حجاب های ساده و راحتی؟ پس نظریتان در مورد همه که چگونه از حجاب را شما دوست دارین بر ما در کامنت نوشته کنین و جا داره که در اوایل برنامه همچنان تشکری بکنم از تمام حمایت های تک تک شما عزیزان دل و همچنان سابسکرایب چنل یوتیوب پنجره افغانستان هم فراموش نکنین، لایک کامنت همچنان. اگر عزیزا و دوستانتان همچنان که همه قسم علاقه به حجاب دارن و دوست دارن که حجاب های متفاوت و رنگ خریداری بکنن، برنامه را همچنان با ایشان هم شیر بکنین تا از جدیدترین مدل های حجاب با خبر شوند. هموطنان عزیز، دوباره شما را خوش آمدید میگیم و فعلا هم همراه با یکی از کارمندان حیا حجاب هستیم. پس به اینکه بیشتر در مورد حجاب هایشان، در مورد محصولاتشان که کجایی هستند، کیفیت چگونه است، مدل های جدید و ترندشان کدام ها هستند، از زبان خودشان بشنویم. سلام، وقتتان بخیر، خوب هستین؟ سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. خوش باشین، تشکر، سلامت باشین. میشه که در اول خود یک معرفی داشته باشین، حیا حجاب هم معرفی داشته باشین و آدرستان هم برای بیننده های ما بگویین. درست، اسم محمد ارسلان است. یکی از کارمندای حیا بیوتیک. حیا بیوتیک بیشتر از یک چند دهه به این سو فعالیت در سوشال میدیا یا هم در بازار امروزی داره. ما میتوانیم که بهترین حجاب های امروز و ما بهترین مدل های روز برای شما به معرفی بگیرم که تمام حجاب های ما وارداتی می باشه و بهترین تکه ها و بهترین کیفیت ها و کارکردهای خودش هم می داشته باشه. بسیار خوب. محصولات داخل دکان شما کجایی هستند؟ محصولات داخل دکان ما تمامشان همشان عربی می باشه و وارد شده کشور دبی. دبی. بسیار خوب. فروشات شما چطور است؟ الحمدلله، شکر است، خوب است، خوب میگذره. به خاطر که عالمی چی میگن، حجاب هم یک مود شده، هم یک استایل است برای همگی و همگی دیگه استفاده میکنن. در بیرون هم باید بپوشیم و جای رفتن اینا هم که باید یک حجاب داشته باشیم. بله، حال حجاب ضروری است چون که الحمدلله شکر همه ما مسلمان هستیم و ضرورت به حجاب است که باید یک دختر خانمی که در بازار در جامعه میبره حتما باید حجابش ضروری باشه. بسیار خوب. چی نوع حجابایی را بیشتر دوستان میپسندن؟ حجابایی که راحتی است یا کلان است یا حجابایی که فیشنی است؟
خب سلیقه ها فرق داره. خب بعضی کس ها که از کمکار میپوشن، بعضی کس ها دیزاین دار و فیشنی میپوشن، ذوق ها متفاوت است. ولی زیاتی فروشات ما که است و زیاتی دیزاین های ما که است کمکار و سنگین میباشه. بسیار خوب. پس میشه که یک آدرس دقیقتان هم بر بیننده های عزیز ما بگوین در اول برنامه، اگرچه که باز در وسط برنامه و اخیر برنامه همچنان هستان میپرسیم، باز بعدش بریم دیگه به معرفی حجاب ها. درست. آدرس ما مرکز تجارتی شهر نو منزل اول. بسیار خوب. از همین سمت اگر شروع کنیم که درست. حجاب ها را به معرفی بگیریم. چه خوب یک رنگای روشن داره که زیادش هم قسم دختران هم است، میتونن از این رنگا استفاده بکنن. و نگفتنمونه قبل از اینکه اینا رو به معرفی بگیریم براتون بگویم که زیاد از این رنگ ها را شما نخواد که در فروشگاه های عام باز پیدا بکنین. بله. بعضیش بسیار خاص و شیک معلوم میشن که فکر میکنم فقط تنها در اینجا شما پیدا کردن میتونید. از کدام شروع میکنیم؟ خب طبعا ما تمام دیزاین های ما جنس میاریم، مال وارد میکنیم که چشمدید باشه. بله. چشمدید برای مشتری ها باشه تا که نگویند برای ما که اینا جنس های گذشته است یا ما در دیگه جایا دیدیم یا به دیگه جایا خریداری کردیم. چون به این دلیل هر کس میخواهد جنس از او بسیار موفق و مشتری باشه، پردید داشته باشه، که او پردید باشه، پرکیفیت باشه و زیاتی فراموش و یک گپ دیگه فراموش نشه که امروزه اعتبار بسیار مهم است. یک مشتری میتونه که جنس ببره، باز هر جای جنس میتونه خریداری کنه، ولی که کیفیت نداشته باشه، کارکرد نداشته باشه، خود طبعا مشتری بار دیگه نمیتونه آمده و اعتبار نمیتونه کرده که بالا یک دکان یا هم فروشگاهی اعتبار کنه. وقت هم قسم است که یک جای ما خودمون خرید میکنم ببینم که اگر با کیفیت باشه خب بس دوباره مراجعه میکنم، اگر نه دیگه وقت انسان دلزده میشه میگه نه بریم جایی رو پیدا کنیم که کیفیت خوب داشته باشه. من از بینشون اینمی انتخاب میکنم که ارسلان جان گفتین اسمتون. بله. بسیار یک رنگ مقبول و دیزاینش کاملا متفاوت است. اگر از اونجاش بگیریم برای دوستا خوب نشان بدیم ببینن. این دیزاین ما که است بسیار یک دیزاین مقبول و قشنگ است که میبینین کارکردش تکیش بالاترین تکیه عربی می باشه و تمام مورایش هم دزدوزی شده می باشه که همین رقم با یک چادر 2 متر می باشه و همین تو کیفیت کارکرد همه چیزش بالا می باشه. یعنی بعضی کسا جنس وارد میکنن که یک روزه و هم مدتی می باشه. از ما جنس دائمی می باشه، یعنی کیفیت کارکرد ظرافت همه چیز ما در یک ایجاب نمایش میتیم برای شما که کارکرد داره، جنس داره، کیفیت داره و با بهترین دیزاین و بهترین دیکور ساخته شده می باشه. و همه تو این دیزاین ما که است بسیار دیزاین پرفروش می باشه که زیاتیش. با کدام رنگای دیگه دارین یا فقط یک رنگ است؟ فقط فعلا از یک رنگ داریم، انشالله در برنامه بعدی رنگ های دیگرش هم برای شما حاضر میگیریم. بله. خوب گپ است. و در مورد قیمتاش برای دوستا بگوین. فکس از فکر کنم. قیمت های از اینا خود تمامش به مو حدی که به ما میرسه به مو قیمت برای شما راهنمایی میکنیم که حالا مشتری نگوین والا خیلی قیمت های شما بزرگ است یا خیلی قیمت های شما گران است، چون که وضع اقتصاد مردم افغانستان ما قدر چندان خوب نیست. بله. دیگه قیمت های از اینا هر کدامش دیزاین و قیمت فرق خوب متفاوت می داشته باشه. قیمت یک ایجاب ما را که برای شما به معرفی گرفتم 3500 افغانی می باشه. بسیار خوب. باز جورامت داره؟ ان شاء الله مشتریایی که بیاین نزدیک حضوری پیداش بیاین باز جورامت میکنیم امروز. بسیار خوب گپ است. و پهلوش هم بسیار یک رنگ مقبول داره. پهلوش هم بله، پهلوش هم یک رنگه که بسیار سنگین، مقبول و همه تو پرکار. دیزاین بسیار مقبول که شما ببینین وقت که زیاد مقبول است. باز میشه که در مورد تکیش و کیفیت ایناش هم تکی از تکی به کدام رنگ است؟ تکی از تکی کرپ عربی می باشد، تمام مورایش دزدوزی شده و مورای نیمه نیچه سفید میگنش. بسیار یک تکی مقبول و مورایش تمام مورای دزدوزی شده، همراه یک چادر 2 متر می باشه که یک رنگ بسیار باوقار و سنگین می باشه. که بعضی کسا یک آستینشون ببینین همه قسم کار شده مدل دار. یک آستینش هم ساده است. یک آستینش ساده می باشه که بعضی ها میگن رنگ سرمه‌ای یا هم رنگ سنگین تری برای ما بیارین که ما میخوایم به یگان جای سنگین بپوشیم. بعد ما برشان این رنگ میتونیم که به معرفی بگیریم. و همین رقم یک دیزاین بسیار کمکار، پشت دامنش هم کار شده. بله اینه ببینید. از اون سمت گلش آمده و می سمت بله بسیار یک گل مقبول است و ایران نیمه گل میگن دیگه. بسیار خوب.
وقت که مقبول است و اینال ما ایران موندیم که اگه بگویم باز پهلوش برتون به معرفی بگیریم چطور؟ خیر، ما در خدمت، کدام مشکل نداره برای شما. رنگ پهلوش هم قسم یک رنگ بسیار شیک و مقبول و دخترانه. بله، این دیزاین ما بسیار کمکار، ظریف و مقبول می باشه که شما خودتان میبینین. بعضی کسای ما، بعضی دوستای ما، بعضی مشتریای ما میخواین از ما که دیزاین های کمکار و ظریف. بله. دیزاین کمکار و ظریف تکی از این بالاترین تکی کرپ عربی می باشه که میبینین بسیار یک رنگ مقبول داره، بسیار یک رنگ سنگین و باوقار است. و آستیناش هم به دوستانشان بتین همینطور که از مدلدار آستینایش هم تا پشت شانه‌اش، یعنی تا اینجا که میبینین شما دوستان بله. عزیز، تمامش موردوزی شده و ما تمام مورایش هم دزدوزی شده می باشه. قسمتش هم تو جالی ساخت می باشه. باز اینجا ببینید کفدار کار شده که معلوم میشه. بله. واقعا زیاد مقبول است و چی یک رنگ مقبول داره. خیلی یک رنگ مقبوله و زیادی مشتریای ما همین رقم دیزاین‌های ساده و سنگین انتخاب میکنن، خوش میکنن. و از اینا تمامش فقط هم یک رنگ مانده؟ بله، فعلا یک رنگ مانده. با مشتریات چون که زیاد فروش داریم ما اینجا خریداری میکنن از پیش ما. یگان جنس میمونه که ما برشان مثلا من حیث سمپل میمانیم اینجا. اگر مثلا فرمایش داشتن باز تا هر مقداری که بخواین ما برشان آماده میسازیم. در مورد کارهای آنلاین تان بگوین، آنلاین هم سفارش میگیرین؟ بله، ما آنلاین هم سفارش داریم، در اینستاگرام هم فعالیت داریم، در تیک تاک هم فعالیت داریم. میتونن که مشتری ها اونجا سر بزنن ببینن و تمام معلومات همه اجابات بجز از اجابات دیگر پیرنای محفلی، پیرنای دیزاینی و ما اونجا هم در خدمت مشتری خود هستیم. و نام صفحات هم به نام حیا بیوتیک است؟ بله، تمام صفحات اینستاگرام ما، تیک تاک ما همش حیا بیوتیک است که یک برند خاص و شیک می باشه. بسیار خوب. این حال شما انتخاب کنیم. من خمیسه رنگ خوش داشتم که اما تو چشم میخورد، از دور چشم نماز بود، گفتم برای دوستا با معرفی بگیریم. خب حلیمه جان، قنی طور گپ است که اما همه دیزاین های ما چشم خورده است. همه دیزاین های ما مقبول و زیبا می باشه. این اگر ما بخوایم که مثلا یک دیزاین خاص است و منحصر به فرد. بله، یک دیزاین دیگر برای شما رونمایی کنم. این دیزاین رنگ فولادی ما می باشه. فولادی جلادار. که بسیار یک رنگ خاص است و تمام مورایش از زمان دورم که ببینید شما دوستان عزیز یک نمایش خاص خود داره که مورایش بسیار خاص کار شده، رنگش بسیار خاص کار شده. همونطور که میبینین بسیار یک تکه افتاده و سنگین می داشته باشه. بله. تکیش باز کجایی است؟ تکیش کرپ عربی می باشه که تمام مورایش دزدوزی شده است و با یک چادر 2 متری بسیار مقبول و ظریف می باشه. باز چادرها کیفیت نمی داشته باشه که میبینین شما تا مشتری ها میپوشن از سرشان میفته، ولی از ما بالاترین تکی عربی است. چادرایش خودش هیچ واده اینطور کار نمی کنیم که ما مشتری ناراحت باشه یا ناراض باشه از ما تمام کارایش بالاترین کار است و بالاترین دیزاین ها رو ما برای مشتری های ما انشالله اجرا میکنیم و آماده میکنیم. بسیار خوب گپ است. دوستای عزیز، آدرس شما فهمیدین. اگر کسایی که نزدیک هستن و میتونن و کدام مسئولیت ندارن میتونن که از نزدیک بیاین از این مدل ها انتخاب بکنن. اگر یک شما بخواین که به شکل آنلاین یا هم برنامه ما رو دیدین، شماره را همچنان که بر شما در پایین برنامه ذکر میکنیم، میتونین که به تماس شوین و اسکرین شات بگیرین هر مدل که شما خودتان خوش میکنین. قیمت چه بر شما میگه و حال ما نمیتونیم که تمام قیمت چه بگیم، به خاطر اینکه میشه که بر شما مراعات بکنن و میشه که اون باز هر قیمت که باشه بر شما باز معلومات میتن همکاری میکنن و فعلا هم قدر براتون میکنیم که معلومات در مورد کیفیتش، کارش همش بر شما میگیم. پهلوش هم اگر به دوستان به معرفی بگیریم که یک مدل دیگه هم هست که رنگ های موریش هم متفاوت رنگ کار شده، بسیار یک دیزاین خاص می باشه که تمام مورایش این دوست ما میبینید شما که تمام مورایش رنگه می باشه، بسیار دیزاین مقبول کار شده که بعضی کسای ما که هستن یک کم دیزاین دار و فیشنی کار دارن. میگن برای یگان محفلی که میریم ما، برای یگان جایی که میریم خواستر اگر ما خواستر نمایش داده شویم یا خواستر دیده شویم ما میخوایم یک چیز خاص بپوشیم. باز بعدا ما برشان این تو یک دیزاینا رو پیشنهاد میکنیم، چون که هم میبینین یک طرفش کار شده بسیار یک رنگ مقبول، بسیار یک دیزاین مقبول و تمام مورای از اینا که از دزدوزی شده می باشه، چون که بالاترین کیفیت و کارکرد یا اینا برخوردار هستند و همچنان دانای آستین از اینا که است بسیار یک دیزاین مقبول کار شده. اینا شما خودتان در بیننده هستین میبینین و تکیش بالاترین تکی ندای عربی می باشه اینا که بسیار یک تکی سنگین و افتاده است. ارسلان جان، یک نفر یا یک شخصی که میخوای بر اولین بار یک تکی عربی یا هم یک حجابی که بسیار کیفیت خوب داشته باشه خرید بکنه، یک حجاب خوب کلا چه ویژگی‌هایی می داشته باشه؟ یک حجاب خوب همه تمام ویژگی‌های یک حجاب خوب ای است که
کیفیت تکیه از او بالاترین کیفیت باشه. بله. و زیادترین شکایت امروزی که ما داشته باشیم از در بازار میبینیم در جامعه از موره یا هم از کارش شکایت دارن مردم. یعنی میگه چون وقتی که که بعد از شستن دیگه مورش چون که خراب. باز تکا هست کیفیتش خرابه، خودش به یک ششت خراب میکنه، به یک ششت خود خراب میکنه، رنگش خراب میشه بله. یا هم موره ریزش می داشته باشه. تمام همین نقصا باز مشتری نمیتونه که اعتبار کنه. بسیار خوب. درست نمیتونه اعتبار کنه. اینجا هم که باز مشتریای ما میگن که ما نمیخوایم که کیفیت تکه خراب شوه یا هم موره ریزش داشته باشه یا موره رنگ بده. از ما الحمدلله شکر تمام مورای ما بالاترین کیفیت می باشه، بالاترین دزدوزی شده می باشه و خیلی مقبول با دیزاین‌های خاص. بسیار خوب گپ است. پس دوستای عزیز شما یک چند شارت بیننده باشین انشالله که بر شما بعدش همه قسم مدل های متفاوته به معرفی میگیریم. رسیدیم به یکی از بخش هایی که من میفهمم هیچ کس امکان نداره این رنگ دوست نداشته باشه و ببینین که به این رنگ چقدر حجاب های شیک و مدرن و همچنان با دیزاین ها و طراحی متفاوت موجود است. ارسلان جان، اول قبل از اینکه رنگ سیاه رو به معرفی بگیریم یا از او سمت اگر شروع کنین، هم یک چند رنگ که متفاوت است بعد باز این بخش سیاه رو کلا. درست تشکر. این رنگ ما که میبینین همین رقم بسیار یک رنگ خاص و با وقار می باشه و تمام مورایش هم که میبینین شما به دو رنگ کار گرفته شده، بسیار دیزاین مقبول و گلهای مقبول. همین رقم که میبینین یک گل به دور خود پیران هم یک گل کار شده. بسیار هم ساده است خرد. بله، چون که این دیزاین ما که از بسیار بعضی ها کسا میخواهند که دانای آستینش پرکار باشه و مقبول، مثلا میخواهند که دو رنگه باشه یا هم در دو رنگ یا در دیزاین میگم گل بر ما آماده بساز. باز ما این دیزاین برشان پیشنهاد میکنیم. تکی از این بالاترین تکی عربی می باشه، تکی ندای می باشه که بسیار یک تکی میبینید شما می رقم به کمره که کیفیت و کارکردش بسیار مقبول می باشه، سنگین افتاده و بسیار با یک رنگ و دیزاین خاص می باشه. تمام مورای از اینا هم دزدوزی شده و همین رقم قشنگ و زیباست. و حالا که من فکر میکنم امی حجابا که کلا اگه ساده باشه فقط امی دو آستینش یا کفش کار میکنن. بله. یک دیزاین میتن دیگه واقعا مقبول موضوع. بله، چون که بعضی ها زیادی مشتریای ما که میاین فقط میخواین که خود دور بغل یا دم پیش رویشان دیزاین نداشته باشه. فقط میگن دور آستین ما میخوایم که دیزاین داشته باشه. این دیزاین ما بر نمونه پیشنهاد میکنیم. فولادی تیره گفته میشه. بسیار بله، رنگش رنگ فولادی تیره است و همونطور با خودش یک دانه چادر 2 متری مقبول داره و تکیش هم بالاترین تکی عربی می باشه. بسیار خوب. پهلوش هم به دوستا به معرفی بدیم که من اول هم آمدم دیدم که یک دیزاین کاملا متفاوت است. بسیار. این دیزاین ما تکی جاجد می باشد، تکی جاجد عربی است که میبینین خود شما که همین رقم بسیار یک دیزاین و مقبول کار شده. بعضی کسای ما میخواین یک ذره یک دیزاین تر و دیزاینی تر و شوختر میخواین بپوشن. پشتش هم ارسلان جان به دوستا درست. و پشتش هم همین رقم کار شده تا با آخر. با سرای چادرش هم میبینین که کار شده. بسیار هم مقبول و هم جلایش میته. امی دیزاین که با پشتر کار شده و پیش روی هم کار شده و آستین هاش هم میرقن. یعنی بیخی یک مدل عربی است که بپوشین هم معلوم میشه که این شاید شما هیچ اصلا از افغانستان نخریده باشید. بله، امو رقم از تکیش بالاترین جاجد عربی می باشه و امی رقم دیزاینشانه که میبینین بسیار یک دیزاین مقبول و رنگش هم رنگ فولادی می باشه. بله، بسیار خوب. پهلوش هم که رنگ سیاه سال آمدیم دیگه به می سمتی که سیاه است تمامش. رنگ بسیار مقبول. همگی که از هر رنگ حجاب داشته باشن باز یک دانه سیاه باید پولیش به نظر داشته باشن. چون که دختر خانما دیگه حالا که خود ما و شما هم میفهمیم و شما از ما بهتر میفهمین علیمه جان که به یک جوره دو جوره قناعت نمیکنن دیگه. میگه طبعا میگه برای ما یه رنگ که دارین دیگه رنگم بگیرین یا دیگه رنگم باید میخواین داشته باشن. باز به خصوص اگر حجاب براتون بگم که هر چقدر دخترها و خانما داشته باشن هنوزم میگن نداره. این دیزاین ما که میبینین دیزاین موریش رنگه کار شده، تمام موراش دزدوزی شده میباشد، تکی سیای ندای عربی میباشد، بسیار یک رنگ خاص و یک دیزاین خاص مقبول. کسی که یک دیزاین پرکار و ظریف کار میداشته باشه همین رقم است. وقت که مقبول است. و دوستای عزیز نگفتن من از این سمت
اگر از مو طرف ببینیم کلش مکمل سیاه است، بله. ولی دیزاین هاش فرق دیزاین میکنه. ها همش فرق داره. بله. و ببینین که این دو بغلش به این شکل کار شده و آستیناش کار شده. باز پهلوش ببینین که بازم به این شکل کار شده، تکی جولی موره میگن به بله جولی موره و آستینهاش کار شده. باز بعدش پهلوش ببینین اما قسم دو دانه آستینش کار شده، کفش بعد دیگه حجاب ساده است. و همچنان این حجاب ببینین که بر دوستان شما که میگن قسم بگیرین اینه. این حجاب دور دامنش کار شده، گلای درختی می باشه. بله. دیگه با آستیناش که بسیار زیاد مقبول، بسیار یک دیزاین سیاه و ساده سنگین می باشه. و این هم از یک مدل دیگه که آل زیاد اینمی مدل ها چی میگن ترند شده، همه که شاید بفهمن که دامن و ریب. بله. و یا هم ساده است، فقط دو بغلش یک دیزاین دیگه کار شده، یک دیزاین بسیار خاص و مقبول کار شده. بسیار خوب. بله. و آستیناش همچنان ببینید دور آستینش هم بسیار یک موری بسیار قشنگ و دیزاین قشنگ کار شده. کدام رنگ زیاد پرفروش است؟ خب زیادی رنگا مشتریای ما که اینجا میای علیمه جان رنگا انتخاب میکنن، رنگا انتخاب میکنن و باز مشتریای ما که هستن اونا باز ذوقا متفاوت می باشه، دنبال رنگا نمی باشن، مستقیم میان رجوع میکنن به طرف سمت رنگ سیاه ما. قسمی که گفتیم در اولم که دخترها باز هر رنگی که داشته باشن یک رنگ سیاه هم باید پولیش باشه. یک رنگ سیاه حتما باید داشته. این جهان ببینین باز هم قسم رنگ های کاملا متفاوت، شیرچویی، جیگری، سرمه‌ای با دیزاین های متفاوت. پس به او سمت داریم به معرفی بگیریم یا به می سمت؟ مشکل نداره، هر رقم که راحت است. درسته. از دوستای عزیز شما چند شورت و کوتاه بیننده باشین، منتظر بهترین حجاب ها باشین. اگر فکر کرده باشین که فقط اینمی رنگ حجاب ها در حیا بیوتیک موجود است، پس شما ببینید اینجا که انواع و اقسام رنگ های دیگر هم که شما شاید گفته باشین که من اگر تکیشه بخرم من میرقم یک حجاب جور کنم، و من فکر میکنم که در دوخت باز قسم یک دیزاین قسم یک چیز نمیه. وقتی که ببینید شما چقدر این دیزاین های متفاوت و کار دست و موره هم که شده، شما نخواد که بتونین یک حجاب اگر بدوزین به این رنگ ها به همین شکل و دیزاین درآید. و ارسلان جان اینا شما یک کار کنین، اینمی حجاب های مقبول رنگ رنگ قسم معرفی کنه که دختر خانم عاشق حجاب نیست، عاشق حجاب شود. درست. تمام این رنگ های ما که هست خودتان همین رقم که میبینید بهترین رنگ هاست. بهترین رنگ ها و خاصترین رنگ ها. بعضی ها فرق میکنه که میبینید رنگ های خشره یا هم قشلاقی رو میارن به دکان خود به نمایش میگذارن که این رنگ هاست، ولی از ما میبینید که همش رنگ های است که مورد پسند دختر خانم هست. یا هم رنگ جیگری می باشه یا هم رنگ کریمی می باشه، همین رقم رنگ سرمه‌ای ما شیرچایی و همین رقم شیرچایی یا هم سبز ما می باشه. بسیار تمام رنگ های ما که است همین تو رنگ های مقبول و جوانانه میگن چی میگن همین رقم می باشه که یک دختر خانم میتونه که بدون کدام دید امی که بیاید دید کنه خودش مورد پسندش میشه. بله. واقعا در بین از اینا من فکر میکنم که زیاد سخت است انتخاب کردن. یعنی فکر کنید که نمیال من در ذهنم که اگر داخل دکان آمدم حیران به این ماندم که چه قسم در بین قدر حجاب های مقبول یک شب باید انتخاب کنیم. و اینو ببینید چه یک رنگ مقبول و دو طرفش بازم کار شده، پشتش هم کار شده، پشتش هم نشان بدیم به دوستان. این دوستا شکل دامنش دامن و ریب می باشه، میبینید که تمامش جالی ساخت است، دانای آستینش جالی ساخت و مورایش همین رقم میبینید که بالاترین مورا و بالاترین کار کرده می داشته باشه. رنگش بسیار یک رنگ مقبول و روشن می باشه. قیمت های تمام حجاباتان در کل از چند شروع میشه تا به چند؟ قیمت های ما حالا ما قیمت های متفاوت داریم در دکان. قیمت های ما از 5000 شروع الا به 2000 یا هم 2500 همین قدر ها میرسه. بسیار خوب. و اینجا هم یک ویژگی خاص دیگه که حجابات داره که دو رنگ و سه رنگ که ترکیب میکنن باز بسیار نمودم و حجاب بسیار مقبول میشه. بله. کدامش میخواین به معرفی بگیریم؟ ما فعلا یک دیزاینی که خود شما خواستین گفتین چند رنگ ترکیب میکنه یک چیز متفاوت به وجود میاد، این دیزاین بر شما پیشنهاد میکنیم.
چرا که باز دختر خانمای ما که است وزندار است آستینش. بسیار، چون که تمام کار کرد اگر کار نمی داشت یا هم کیفیت نمی داشت با این قدر وزن نمی داشت. چون که می بینی تمام مورای از او بسیار ظریف کار شده، بسیار پرکار می باشه، در 3 رنگ مورایش کار شده که می بینید شما. بسیار مقبول. و یک چادر مقبول هم داره. و یک چادر مقبول هم داره که به مشتری ها به نمایش بگذاریم. تمام چادرش هم کار شده. می بینید که از همون گلا و از همون دیزاینایی که به دور آستینش کار شده به چادرش هم کار شده. بسیار خوب. بسیار مقبول و قشنگ. گفتم 2 رنگ که ترکیب میکنم، واقعا رنگش برای فکر کنید که سرمه‌ای و شیرچایی میگن نیفهم. بله. کدام رنگ است؟ سرمه‌ای، شیرچایی و مورایش هم که سبز. سفید هم کار شده. بله. دیگه باز دختر خانم‌ها که اینجا میاین یا هم ذوقشان مثلا میگن که به انتخاب خود شما ما میخوایم چی کنیم، باز ما برشان میبینیم که اونا از مشوره میگیریم که اونا کم کار دارن، کار دارن، چی رقم یک دیزاین میخواین. بله. باز اگر چی شد ما انشالله همکاری میکنیم برشان. از بین از اینا کدامش انتخاب میکنین؟ از ما خود تمام دیزاینای ما مقبول و قشنگ می باشه. میبینین که شما می رقم هر کدامش که من بر شما علیمه جان به نمایش بگذارم یک کارکرد و یک ویژگی خاص خودش می داشته باشه، چرا که یا دیزاین هایش بسیار مقبول می باشه. شما که اینا را از دبی وارد میکنین به اینجا، دیزاینش خودتان طراحی میکنین یا نه شما خودتان میبینین خوش میکنین که از اینا بر شما بیارن؟ نه خیر، نه، اونجا ما کس خیاط داریم و همین رقم دیزاینر داریم. دیزاینر داریم که اونجا برای ما دیزاینرش دیزاینر تعیین میکنه و ما که خوش میکنیم و می رقم از قسمی که برای ما مشتری ها فرمایش میتن از اینجا ما میبینیم سلیقه مشتری های خود بعد اونجا فرمایش میتیم. بسیار خوب. میشه که در مورد از اینا بگویم؟ این دیزاین ما میبینید که بسیار یک رنگ مقبول، قشنگ و ظریف داره که تمام مورایش رنگ سفید کار شده. میبینید که گل تا به آخر یا هم تا پایان دامن میباشه که همین رقم به دور آستینش هم کار شده مورا. بسیار یک رنگک یا هم دیزاین بسیار خاص و مقبول میباشه. همین رقم یک چادر سفید 2 متره می داشته باشه با خودش که بعضی کسا میگن که باید چادر ما ست با مورای ما داشته باشه یا هم با دور آستین ما ست داشته باشه. بله. و نگفتن ما مثلا میرنگ سرمه‌ای را که نشان دادیم شما ایرا میتونین همراه با چادر سرمه‌ای یا چادر سبز هم بپوشین. بله. اون همراهش یک رقم همخوانی داره ست میشه. بله. پهلوش هم یک رنگ متفاوت است و تمام امی حجابایی را که به شما شدیم حجابایی است که پشتوش باز است. این ماشاءالله چی یک رنگ مقبوله که چقدر ترکیب مقبول، کریمی هم همراهش واقعا زیاد مقبول معلوم میشه. آستینهایش هم شما ببینید این دور آستینای علیمه جان تمامش گلدوزی شده. میبینین که شما می رقم بسیار یک دیزاین خاص و مقبول می باشه. بله. دوستا ببینید اینه که یک مشتری ما بپوشه از هر چقدر راه دور که باشه این خود شما با کامera میبینید که بسیار یک شو و یا نمایش خاص میده، یک جلایش داره بسیار هم مقبول و قشنگ و یک دیزاینای بسیار کمکار ظریف اینجا هم کار شده و هم تو پشت دور شانه‌ایش هم کار شده. بله. با یک چادر کریمی 2 متره و بسیار قشنگ. با کدام سایز ها حجاب هایتان می داشته باشه؟ تمام سایزهای ما که از فری سایز می باشه علیمه جان که یک مشتری ما بعضی مشتری های ما چاق می باشن، بعضیشان لاغر می باشن، نمیتونه که برشون ما برشان به یک سایز وارد کنیم. ما برشان یک کاری میکنیم که فری سایز باشه که اگر اونا بپوشن خود حجاب خود اتومات جور میکنه سایزش. حالا کدام میشه میخواین که معرفی بگیریم؟ و یک دیزاینه که دیگه بسیار خاصه که من خودم خوش دارم و شما با مشتری های خود به معرفی بگیرم. این دیزاین می باشه بسیار یک رنگ خاص، یک دیزاین و کارکرد خاص می داشته باشه. ارسلان جان قبل از اینکه به معرفی بگیرین دوستا عزیز شاید شما در ذهنتان بگرده که قیمتاش چقدر شاید مناسب نباشه یا بلند باشه بر شما. اولی که امروز شما همکاری میکنه 100% شما بیاین به دکان یا هم اگر بخش آنلاینشان به تماس شوین و دیگری که شما خودتان ببینید که واقعا همهش فرق میکنه نسبت به حجاب های دیگه، نسبت به تکه های دیگه. تمامش میگن که کار دست است، کار دست که باشه یعنی باز ارزشش بالا میشه. بله، چون که کار دست ما که است میبینین خود شما که کار دست واقعیت ارزش هر چقدر هم که پول بیتی سرش ارزش داره. چرا که به این دیزاین به این دیکور فکر نکنم که شما کار دست پیدا کرده بتونید. ماشینی و چاپی است والا چند روز بعد میریزه یا هم رنگ میده یا هم ریزش می داشته باشه. اینمی دیزاین باز نمی باشه. نمی باشه نه خیر نه. کپی و اصل چی میگن معلوم میشه. معلوم میشه. میگه ارزان به علت نیست و قیمت به نیست.
دیگه این دیزاین ما یک دیزاین بسیار خاص، سنگین و رنگ سرمه‌ای می باشه که می‌بینین همین تو یک دانه چادر 2 متره می باشه که چادرش هم دورش چادرش هم کار شده، تمامش امیر رقم می باشه. اینطور نیست علیمه جان از ما که مثلا یک چیزش خوبش باشه یک چیز دیگهش خراب باشه، یا که هم مثلا اگر ایجاب ما خوبش باشه مورای چادر ما خراب باشه یا کیفیت چادر ما خراب باشه. هر دو تایش یک کیفیت می داشته باشه. همین رقم که کیفیت های ایجابای ما بالاست، کیفیت های چادرای ما هم همین رقم بالا می باشه. بسیار یک رنگ مقبول و دیزاینش که خود شما می‌بینین. بله. اما قدر رنگا رو نشون دادیم، رنگ قهوه‌ای تیره در بینشون نداشتیم. قهوه‌ای تیره داریم، قهوه‌ای تیره داریم که حالا اینجا به سمپل بند کردیم اینجا در جریان برنامه انشالله ما با شما همکاری میکنیم، راهنمایی میکنیم. درست. از دوستای شما بیننده باشین، بر شما رنگای قهوه‌ای رو به معرفی میگیریم. دوستای عزیز، شما قسمی که خواستین به درخواست یا هم خواهش علیمه جان که از ما خواستن رنگ قهوه‌ای رو برشان به نمایش بگذاریم که حالا بعضی مشتریای ما هستن میخواین رنگ قهوه‌ای دوست دارن و رنگ قهوه‌ای میخواین که ما میبینین به رنگ قهوه‌ای چند دیزاین و چند رنگ می داشته باشه که یک دیزاینش است می باشه قهوه‌ای سیادل یا هم قهوه‌ای تاریک، یک دیزاینشانی است میبینین که قهوه‌ای روشن‌تر می باشه با مورای تمام بسیار یک رنگ مقبول و رنگ طلایی کار شده دی. همین رقم با یک چادر 2 متره می باشه و این دیزاین ما میبینید که بسیار یک دیزاین روشن و مقبول می باشه. بعد این طرف میایم یک دیزاین قهوه‌ای طرف هم داریم که تمام مورایش هم میبینید که بسیار یک رنگ مقبول و دیزاین مقبول کار شده که رنگ سفید و طلایی می باشه. یه هم رنگ قهوه‌ای ماست و حالا این طرف میایم طرف حلیمه جان که یک دیزاین بسیار خاص و مقبول می باشه که امیر رقم حلیمه جان هم همکاری میکنه امروز شما که میبینین. شما خود شما در تصویر میبینین. دوستای ببینین که چقدر یک رنگ مقبول است، قهوه‌ای بسیار تیره گفتن میشه. بله. و چادرشون ببینین که همون قسم است چاکلیتی رقم زیاد برش میگن. بله امیر رقم است چاکلیتی میگن و طلایی و سفید کار شده. مورای نیچه میگن چی میگن؟ مورای نیمه نیچه میگن برای اینا که بسیار یک دیزاین خاص و مقبول جلایش خاص خودش می داشته باشه. این رنگ ما بسیار یک رنگ خاص و مقبول می باشه. چرا که شما از ما خواستین که رنگ قهوه‌ای به معرفی بگیریم. این هم رنگ قهوه‌ای ما که بسیار یک دیزاین خاص مقبول و همونطور تکیش بالاترین تکی ندای عربی می باشه دیگه. شما میبینین به کامera بیننده هستین که از هر چقدر دورتر برین هر چقدر نزدیکتر برین بازم این امو جلایش یا امو ظرافت خودش از دست نمیده. باز حجابای ما است که از دور یک دید داره از نزدیک دیگه دید داره و از این هم چادرش. بله بسیار خوب. پس یک مدل دیگه هم به پیشتر سبز و سفید، سبز و سیاه. بله کار شده. ایره هم به دوستان شما میتیم اینمی مدل هم زیاد دی وقتا چی میگن علاقمند خود پیدا کرده. بله این دیزاین ما که از دو رنگه می باشه. مرخم کلیمه جان گفت که رنگ سبز و سیاه کار شده، گلایش رنگ سبز می باشه و مورایش هم یا هم تکیش با تکیش رنگ سیاه می باشه که هم دیزاین ما بسیار یک دیزاین مقبول زیبا و قشنگ می باشه که همین رقم میبینید چادرش ست میکنه با همین گلهایش یا همو با همو دیزاینش. یک دیزاین بسیار خاص و عربی می باشه. تکیش بالاترین تکی ندای عربی می باشه و دانای آستینش هم که میبینید شما کف می باشه. بله کف داره. کف داره است. بله بیشتر همین مدل ها را زیاد خوش میکنن یکی رنگ سیاه کمره خود میکس هر رنگ دیگه داشته باشه، یک قهوه‌ای کریمی حالا همه میپوشن و زیاد پسند میکنن. بله و دوست داشتیم که می رنگ ها را همچنان به شما به معرفی بگیریم که شما ببینین مدل های ساده شاید زیاد پوشیده باشین اما از این رنگ ها را نخواد پوشیده باشین. پس به می خاطر بیاین به حیا بیوتیک شهر نو و دکان نمبر چندم گفتین ارسلان جان؟ منزل اول من حیا بیوتیک مرکز تجارتی شهر نو. انشالله ما در خدمت مشتریای خود هستیم و مراعاتشان هم نگفته نمانه که قیمت هایی که ما اینجا گفتیم خیر مراعاتشان میکنیم و کسی که مثلا از طرف شما باشه برای اون تخفیفی هم داریم ما. بسیار خوب. و یک موضوع دیگه هم نگفته نمانه که این قسمت هم اگر بر شما همکارمون نشان بدن تمامش ببینیم که انواع و اقسام مدل هاست. یعنی باور کنید دوستا که یکشام یک رقم دیزاین نشده، کلش طریقه‌اش مختلف است، تمامش رنگ سیاه همراه خود هر رقم رنگ دیگه در مورا کار شده میکس ترکیب. بله زیادشان ترکیبی می باشه زیادشان هر رنگ می باشه. بله پس برنده برنامه ما باشین ببینیم که در دقایق اخیر برنامه آیا کدام رنگ دیگه مدل دیگه همچنان بر شما به معرفی میگیریم یا خیر. عزیزان بیننده شما قسمی که میبینین یک چند مدل دیگه هم حجاب بر شما به معرفی میگیریم اما تمامش نه.
شما اگر دوست داشتین میتونین یک اسکرین شات بگیرین، یک تک مارک بزنین، یا هم میتونین همراه خودشان به تماس شوین که اینمی مدل حجابتون که ما در شورت برنامه دیدیم یک دفعه بر ما به درست نشان بدیم، باز ویدیوش میتونن به شما راه کنن، عکسش میتونن و تمام معلومات در مورد کیفیتش چگونه است، تکش چگونه است، دیزاینش همیشه بر شما میگن. حالا فقط یک چند مدل دیگر همچنان میشه بر شما نشان میدیم. بعدش دو رنگ متفاوت و مقبوله در اخیر برنامه. این رنگه که ما را میبینید شما علیمه جان، همین رقم که در کریمی تصویر طلایی. نمایش دارین کریمی است و تمام مورایش رنگ طلایی کار شده. بله. که و ناگفته نمانه برای مشتری های عزیز ما علیمه جان که ما در هر دیزاین، هر رنگ، هر رقم موجود می داشته باشیم به دکان و خود. به هر که سایز. به هر سایز بیاید، سایزش خود تمامش فری سایز است که اتومات خودش جور میکنه به هر سایز. و رنگ ها و دیزاین هایش میخواستم برای شما بگویم که به هر دیزاین، به هر رنگ ما از یک چی می داشته باشیم. یعنی این رنگ میبینین که بسیار یک رنگ مقبول، مورایش بسیار یک مورد دوزی خاص مورد دوزی شده. همین رقم شیپ ناب و مقبول کلاسیک معلوم میشه. بله. واقعا مقبول است. و اگر یک مشتری بیاین و یا هم بر شما طریق آنلاین بگوین که اینی عکس روان کنن، بگوین ما قسم بر ما جور کنین. بله. امکان داره؟ بله امکان داره. هر رنگی را که خواسته باشن و هر دیزاین را که خواسته باشن ان ما در خدمت درشون آماده میکنیم. و یک رنگ که دیگه بسیار هم خاص که بسیار مقبول است، میبینید رنگ زیتونی است. رنگ زیتونی است که مورایش هم رنگ موری سبز کار شده، اما تو چادرش بسیار یک چادر مقبول می باشه و تکیش هم بالاترین تکیه عربی می باشه. بسیار خوب. واقعا که مقبول است. گفتم این دیزاین هایی که شده هیچ کدامش به یکی دیگه، یعنی تو بگین یک رنگ است یک رنگ نیست، تمامش مدل هاش متفاوت است. بله. و آفرینی باید به کسی که اینا رو طراحی میکنه باید بگویم. اینجا هم دو رنگ دیگه هستن، اینا رو هم به دقایق اخیر برنامه به شما به معرفی میگیریم. باشید به می سمت استاد شما. اینه دوستا، این رنگ کدام رنگ میگن ارسلان جان؟ این رنگ ما بسیار یک رنگ لاجوردی مقبول می باشه دیگه، اگر اشتباه نکنم. خب شما خودتان میفهمید علیمه جان که بچه ها که هستن در رنگ یک ذره یک مشکل دارن، کندی رنگ دارن دیگه فرام خیر می داشته باشن. دیگه بسیار یک رنگ که مقبول بله. و دیزاین مقبول کار گرفته شده. دو رقم، یعنی ببینید مورایش از مورای امیر رقم خود ایجاب و هم سفید. بله. و همه تو دور چادرش هم می رقم موردوزی کار شده و میبینید که شما می رقم که نمایش داده میشه، می رقم یک رنگ بسیار مقبول و خاص می باشه. پهلوش هم رنگ سرمه‌ای و سیاه میکس کرده. پهلویش بله. پهلویش علیمه جان که میبینین شما دیگه هیچ قابل تعریف یا هم قابل گفتن نداری دیزاین ما دیگه. او که همین تو خودش همین تو با وقار معلوم میشه، همین قدر که اگر مشتری ما بپوشه از این کدام مقبول معلوم میشه. حالا خوی به جان گودی رقم نمایش داده میشه، این را که اگر مشتری ما بپوشه دو چند از این مقبول معلوم میشه. یک دختر خانم با حجاب دیگه که بپوشه چقدر مقبول معلوم میشه. بله. در اخیر برام باز هم یک آدرس و شماره تماس فعالتانه بر بیننده های ما بگوین. درست. آدرس ما که از شهر نو، مرکز تجارتی شهر نو، منزل اول روبروی مارکت می باشه و شماره تماس ما که از در پیج ما می باشه، همونجا میتونن که با ما به تماس شوند. بسیار خوب. تشکر از اینکه وقتتون بر ما دادین. من میفهم که زیاد خسته‌ام شدین، گرچه که این مدل های حجاب اصلا هیچ کدامش به تعریف تمجید ما ضرورت نداشته که شما اگر از نزدیک ببینین یا خودتون هم دیده باشین دیگه چی میگن چیزی که عیان است چی حاجت داره. تشکر علیمه جان، خوش آمدین. بازم بسیار زیاد صفا آوردین. تشکر که از نمایشگاه ما یا هم از فروشگاه ما دیدار کردین. سلامت باشین. در اخیر اگر کدام پیام حرف سخن به بیننده های ما می داشته باشین بفرمایید. پیام خاص ندارم، فقط به جوانان کشور ما پیامی است که درس بخوانند، کوشش کنند تا رو به کشور ما رو به ترقی و پیشرفت شود. سلامت باشین. دوستای عزیزی هم بود از برنامه‌ای که بر شما از حیا بیوتیک آماده ساختیم و قسمی که می‌بینید اینمی تمام مدل ها و حجاب هایی را که شما می‌بینید میتونین که شما بیاین یا به شکل حضوری یا به شکل آنلاین میتونین که میره سفارش بتین و به دست بیارین. و همچنان برای از اینکه اگر بخواین شما کدام فروشگاه دیگه را بعد از این فروشگاه بر شما به معرفی بگیریم، بر ما در کامنت نوشته کنین یا هم خود فروشگاه را تگ بکنین. همچنان اگر میخواین که کسب کارتان به هزاران نفر به معرفی بگیریم، با شماره واتساپ زیل به تماس شوین. تا برنامه بعدی که باز هم با یک فروشگاه جدید در خدمت شما هستیم. بدرود.